اومدید به یه ویدیو خیلی خفن. امروز اومدیم بهتون یاد بدیم که چجوری روی GTA ویتون مود بریزید، اونم خیلی راحت. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، 2 تا نکته هست که حتما باید اون 2 تا رو رعایت بکنید. اولی اینه که بین این 3 تا فایل رو حتما باید داشته باشید. یعنی توی این 3 تا مود که حتما باید داشته باشید. اگر ندارید توی دیسکریپشن براتون لینک سایتشون رو میذارم، برید دانلود کنید و بیاین ادامه ویدیو رو ببینید. دومی چیز اینه که اگه یهو دیدید کار نکرد، مودتون کار نکرد، یعنی مشکل بدونید که مثلا مشکل از کار خودتون بوده. پس سعی کنید زیاد عقب جلو نزنید ویدیو رو، شاید یهو دیدید وسطش یه چیز مهم بگم. خب بچه‌ها، برای اولین کار پوشه اسکیپ ویو باز میکنید. بعد روی GTA 5تون یک راست کلیک میکنید و اوپن فایل لوکیشن رو میزنید. بعد میایید توی اسکیپ وی، میایید توی پوشه بین و هرچی توشه رو پیست میکنید روی خود پوشه GTA تون. خب حالا چون من پیست کردم دیگه پیستی میکنم. بعد به پوشه اسکریپوک وی .net رو باز میکنید، اینو باز میکنید و همچی چیزایی توشه. حالا این میایید به جز 2 تا پوشه اول و این redmi.txt همه رو بردارید و کپی کنید و پیست کنید توی فولدر GTA ویتون. حالا برای آخرین مود که در اصل بچه این 3 تا فولدر در اصل یه موده، این 2 تا یه پیش نیازه. میایید داخل منیو که ماد اصلیه، menu.asi رو با منیو استاف و فقط این 2 تا رو برمی‌دارید و پیست میکنید. به همین راحتی ماد شما نصب میشه، خیلی راحته. بریم سراغ ویدیو، بریم سراغ توی GTA که ببینیم چجوریه، یعنی بریم GTA ببینیم چجوری کار میکنه مودش. خب بچه اومدیم تو بازی. بچه اولین کاری که میکنید تا منوی مود باز بشه اینه که روی 2 بار روی دکمه F8 کلیک میکنید تا این صفحه به اسم منیو براتون باز بشه. بچه توی این میتونید تقریبا کل GTA رو دستتون بگیریم با این منو. بچه چون این منو خیلی چیز میزا داره، من همه چیشو توضیح نمیدم و چیزای مهمشو بهتون توضیح میدم که اگه میخواین همه اینا رو توضیح بدم توی یه ویدیو جدا توی کامنت ها بهم بگین که حتما براتون درست میکنم. اولین چیز اینه که میایید توی پلیر آپ. بچه توی قسمت پلیر هیچ به دردتون نمیخوره. میایید توی پلیر آپشنز، میایید توی بیسیک استاتس، مثلا اون طرفی که میخواید پولش رو بی نهایت کنید، مثلا ترور، یا مثلا من چون مایکلم میخوام مایکل. الان نگاه کنید من 103 میلیون دلار پول دارم. الان مثلا میخوام پولم رو کم بکنم، مثلا بکنمش $2 و اینتر رو میزنم. حالا می توی مایکل توتال کش رو میزنید، اون قیمتی که میخواید و اینتر میکنید و میزنید. مثلا من زدم 2، یعنی $2 کلا. الان من اینجا زده باشم میبینید $2 دارم. حالا میایید توی مدل چنجر، اینجا میتونید خودتون رو به هر کی دلتون میخواد تبدیل کنید، از انیمال گرفته تا پلیره مثل فرانکلین و لستر و سیمیون و اینا هم که چیز توی ویدیو جدا بعد بهتون نمایش بدم. میرسیم به اینا. این تیکو اگه فعال کنید جونتون بی نهایت میشه و اگه این تیکو فعال کنید نامرئی میشید و اگه اینو روشن کنید تیکشو، وقتی قدرتتون که مثلا فرانکلین قدرتش اینه که سوار ماشین میشه اسلو میشه تا ابده، یعنی بی نهایت میشه. حالا
آتوکلیر هم که کاری خاصی نمیکنه، فقط مثلا اگه خونی بشه لباستون خونشو پاک میکنه. سوپرران هم آره دیگه، سوپرران هم مثل چی میدور. سوپر جامپ هم اینجوریه. فلایات هم چیز خاصی نیست، میتونید پرواز کنید. آره و چیز بعدی وانتد لول. وقتی مثلا بریزه روی یک ستاره میشید، تا 5 بذارید 5 ستاره میشید، 0 بذارید هیچی دومد نیست. نیور وانتد چیز خیلی مهمیه که باعث میشه هیچ وقت پلیس نیفته دنبالتون. میرید توی وایکل اسپانر رو، اینجا وایکل اسپانر هر ماشین بخواید میتونید سوار بشید. از این ماشین آفرود قدرتمند گرفته تا ماشین بتمن. و اینجا میتونید توی واکرسون هر ماشینی میخواید و بیارید. توی اسپید موتورز اینجا اگه بذارید رو دیجیتال، خیلی این مشهوره، بذارید رو دیجیتال و سوار هر ماشینیشی اونجا 1 کیلومتر براتون میاره که مثلا من 40 تا 50 تا دارم میرم. یا بذارید روی واقعیت، روی حالت چیز میگیره و میتونید حالت مختلفی بذارید. میرید توی تلپورت آپشنز، اینجا که خیلی معلوم میتونید هر جا بخواید تلپورت کنید. و اینجا هم ویپوینت آپشنز، اینجا همه اینو به تیکش فرق کنید، همه اسلحه های بازی رو بهتون میده. اینجا هم گیومکس همه تیره بازی رو بهتون میده. این تیکی هم که میبینید فعاله، تیراتون بی نهایته. اینا تیر منفجره، ضربه منفجره و اینم تیر آتشینه. اینم قدرت تیرتونه که میتونید بی نهایت 100 مثلا بذارید از روی 1 بزنیش رو 100 و با کل همه رو وان شات کنید. و میرید توی ویدر آپشنز و کلیر، آب و هوا رو کلیر میکنه. اینا آب و هواه. و اگه میخواد کل مپتون رو یو بکنید این گزینه اسنو آن ترین رو فعال میکنید و کل مپ میشه برفی. حالا بعد میرید توی تایم آپشنز و ساعت رو میتونید کنترل کنید. ها من نمیتونم چون که این گزینه فعاله، پیس کلوک تایم، یعنی ساعت همینجوری که هست میمونه، ساعت همیشه 9. اگه غیر فعالش کنم و تغییرش بدم الان همینجوری که نیست ثانیه میگذره. حالا من بزنم 8 صبح و تیکش رو فعال میکنم. آبجکت اسپونر بعد ویدیوی جدا بهتون آموزش بدم. میسک آپشنز هم فقط چند تا چیز مهم داره. یک دو فری کمه که وقتی فعالش کنید و F3 رو بزنید یه حالت آزادی بهتون میده و دوباره F3 رو بزنید همونجا اسپانتون میکنه. چیزای مهم دیگه نداره بجز اینها. پد این و این کل خیابون و ترافیک رو صفر میکنه، یعنی یک دو ماشین هم توی خیابون ها نیست. و این هم کل آدمای روی لس آنجلس رو برمیده، یعنی دیگه یک دونه هم نیست. و اینم از همینا چیز خاص دیگه نیست به جز هارد آپشنز که اینجا میتونید یا FPS یا مثلا این نقشه اینا رو با این گزینه هایت هاد رو بزنید. و فکر کنم بازیم کرش کرد. بله خب بچه ها به یه سری دلیله بازی من کرش کرد. بله و دوباره رانش کردم و بچه ها اینم از این آموزش بود. فقط یه چیزی رو بهتون نگفته بودم،
وقتی برید تو ستینگز و برید اینجا میتونید زمانش رو تغییر بدید که زمانش فقط انگلیسیه و اینجا منو کلر رو اینا رو میتونید تغییر بدید. اینجا هم تم داره برای خودش که حالا من بزنمش روی مثلا، ولی نه این خیلی زشته، میذاریمش روی همین. بچه ها اینم از همین ویدیو بود، ولی الان بیشتر خیلی از گزینه ها رو بهتون یاد ندادم چون که خیلی گزینه زیاد بود. یه ویدیو جداگونه کلا میخواد این و اگه میخواید آبجکت اسپونر رو اینا رو بهتون یاد بدم حتما تو کامنت ها بهم بدین. یا بچه ها اگه میخواید مثلا اگه یوتیوبر رو نگاه کرده باشید مثلا الیکس شاز، بیایید و مثلا جی تی ای رو تبدیل به آخر زمان زامبی کنید یا مثلا هر چی کاری کنید. یادت نره که تو کانال من ساب کنید و لایک کنید و توی کامنت ها بهم بگین که همچی آموزشی بهتون بدم یا نه. مثلا آموزشی که آخر زمان زامبی ها رو بیارید تو جی تی ای یا مثلا نمیدونم گردباد بیاری مثلا خونه یه فرانکلین رو آپگرید کنی. نه همه رو تو کامنت ها بهم بگین، حتما براتون میذارم. تا یه ویدیو دیگه، فعلا خدا حافظ.